بعد از قبول شدن قانون در مورد نفقه سقوط‌های دولتی اجتماعی در جمهوری همه برابر است. دیگه یگان تا آدمی کلان و آدمی مایده به طبقه جدا نمیشه. همین معاش اگر که شما را بلند باشد روی معاش دیسه گذاشتگی وزیر هم همون نفقه روی معاشش میبره بسیار کارگری عادی هم کسی هست. هم قبول همین قانون همین برتریت از من بود در شهروندباز هم یخی در وقت تعیینات نفقه در خصوص اون که در حقیقت سالهای قبلی مسئله تعیینات نفقه معیوبی این پرابلم ها بودن. بیشتر آدم ها که نفقه معیوبی میگرفتن آنها امتیازهای زیاد و از روی معاش بلند پیشنهاد کردنشون و نفقه معیوبی می‌آمدن ولی حالت برعکس شده است. برای که قانون مذکور همه این مخالفت‌ها را از بین برد. نفقه خور معیوب است این هم وابسته به سهمی که تا به حالت معیوبیش و معاش و حسابی میشه روی همون بین‌الملل گرفته نفقه رو تعیین کرده می‌شود.